Travel Show qadam ba qadam. نون لولارنگ شدن بسیار هم زحمت در کار است. البته برای بانوی تاجیک زن این کار رو تنها زن مادری تاجیک میتواند که در تنور تصفون منم خیلی نون رو میچسباند. انا از بویش معلوم که بویش مست میکند. بسیار هم این نون رو چپاتی میگویند. دشوار نیست آماده کردن خیلی نان های بسیار هم خوب. کم کم دشواره. زحمت میکشیم که چه قانونای ما مزرعه. دستتون درد نکنه دپا. واقعا همین خیلی با مزه این خیلی مزه نان رو تنها از دستپخت زنی تاجیک میتوان چشید. عزیزان قسم مزه برنامه یعنی که بخش مزه است در این برنامه آغاز میکنیم. با آغاز فصل بهار راست اومد. اکنون اپای رو بیار در این قسمت چی آماده میکنیم اپا؟ لاماق. لاماق این چی گونه خوراک؟ این اوقات ملی خوراک تاجیکی. خوراک ملی یعنی که خاصی محلی شما. محلی ما. برای این خوراک چی لازم؟ برای این خوراک اون دیگه میمونیم تصفانشید روغن زرد میدازیم من. روغن زرد تاجیکی. این روغن زرد تاجیکی از وی گوه؟ ای ها محصولات گوه. باز چی ایلوه کرده؟ روغن وقتی که تسبید با آن آرد ایلوه کرده میشه. بعد از تسبیدن روغن آرد ایلوه کرده میشه. زمستان در دهه های زیده به نهایت دور و دراز است و برفی زیاد میبارد و مات دراز میایستد سرد که هست. با آن خاطر این روغن زرد که قابلیت نگهداری گرمی را در خود دارا هست. این خوراک را مادران زیده برای فرزندان خود تیار میکنند. مثلا برای مردان خانه که در کاری بیرونه در چارواداری خب سردی به آنها تاثیر نرساند چون این غذا را تیار میکنند. وقتی زیاد نمیگیرد تن پختن این غذا وقتی در وقتی کم و با کالری بسیار هم زیاد تیار می شود. ولی کوهستان های بلند برفی سردی ناحیه ورزاب این خوراک بسیار هم خوراک معمول است. خوراک گویم که با قوت میگن. یعنی در شرایط سرد کوهستان بسیار هم بله و بسیار هم موافق است برای ارگانیسم برای گرمی نگهداری برای تاثیر نکردن همین برفی بلند سردی های زیاد. با قول مردم و موافق روایت های کلان سالان که با ما نقل میکنند این غذا خاصی شاهنشاهان بوده است که صبحانه چنین غذا را برای شاهنشاهان تیار می نمودند و آنها بعد از تناول چنین غذا به سلطنت رو می آوردند و فعالیت روزانه می نمودند. یعنی یک نیروی دیگر می بخشیدند؟ بله یک خوراک نیرو دهنده است. برای چی برای گوشت خیله یعنی که گوشت یون کرده شده می اندازند؟ گفتم که نه گوشت خام نمیشود. گفتم که این غذا در وقت کم تیار کرده می شود و برای وقت کم در چنین آرد گوشت نمیپزد. با همین خاطر ضرور است که گوشت را قبل مردم کوهستان چنین خصوصیت دارند که چون وقتی که
اسپند یا اینکه گاو یا اینکه چیزی رو که کشتن و حتما بیریون کرده در روغن خود و قایله کرده در داخل ظرف‌های کلان نگاه می‌دارند و هنگام خوراک از اون استفاده می‌برند. انا در چنین خوراک‌ها که زود وقتی کم را گیرد و مزه قایله خود که بسیار با لذت است و مزه گوشت نو بیریون کرده مزه آن را ندارد و این خوراک طعم دیگر مزه دیگر می‌دهد. بعد این خوراک رو فقط زن‌ها آماده می‌کنن یا مردها هم می‌تونن؟ نه اصلا در محلهای کوهستان تیار کردن غذا وظیفه جانی مادران است چون مردم تاجیک در خانه کار زنها را با مردها توصیه نمی‌کنند. این کارها را مادران خودشان اجرا می‌کنند. یعنی در آماده کردن این خوراک مرد هم می‌تواند آماده کند اگر خواهش داشته باشد. خواهش داشته باشد می‌تواند ولی اصلا چون ما گفتیم که کارهای خانه تیار کردن غذا به دوش مادران است مادران مهربان به همین خاطر این لذتش دیگر خیرد بله دیگر خیرد درست زن مادر دیگر با مهر و محبت که آماده میکند با لذت‌تر درست با مهر و محبت که تیار کرده می شود لذتش دیگر می شود. در اصل خوراک را انا مهر و محبت با لذت میکند. بینندگان گرامی البته خوردن بسیار هم آسان است ولی طرز آماده کردنش خیلی مشکل بوده است. آفرین زن مادری توجیکی در این قدر دور در این قدر گرمی بیشتر طاقت میکنه باشد. احسن به شما. تشکر. زحمت حاضر میچشیم. واقعا انا این مزه حقیقی انا این خوراکی بسیار هم با لذت خوراکی که دیر باز انتظار بودیم. بینندگان گرامی حتما کوشش کنید در کجای نباشید به ناحیه ورزاب تشریف آورده و در فصل زمستان فقط در فصل زمستان اویدو با دهه جنگلک تشریف آورده از این خوراک ملی استعمال نمایید. اپای عزیز تشکر زیاد برای این خدمت‌های بسیار هم زیبا. دستتون درد نکند. بینندگان گرامی در ناحیه ورزاب خیلی که از مرکز ناحیه آغاز کردیم این نزدیک در این قسمت برنامه بخش مزه بود که مهمان انمی خاندان اپای سعید و رابعه گرچند کدبانوی ماهر هم باشند در برابر این چنین صاحبکارزنی هستند که فعالیت صاحبکاری دارند. برای یک زن چندین هنر کم است میگن 40 زیاده است 40 هنر و ما عین حال شاهد بودیم که در برابر صاحبکارزنی موفق بودنشون این چنین کدبانوی ماهر نیست بودن. یک جا خوراک‌های ملی آماده کردن که من محصول دستشون رو می‌بینید است. خب برنامه ما در ناحیه ورزاب ادامه دارد. پیگیری نمایید. من اینا ده میده کان ژیلوتکا تمام شکم درد چی کودک داده کلوده در کارن من می قند همینش بیشتر سودمند هستن برای بیماری قند. من مینا ممت تیور میکنی من می ترید شکیده
کارش وزمینه اینه که دوروه دور است همه این بعد دستتون که درد نمیکند بلوی خیلی سنگ دردم میکنه و مجبور میکنه که بیشتر همین خوراک در شرایط اویلوی مثلا با اهل اویله پختن درست بسیار هم خوبتر است یا که خودتون تنها بسیار هم خوبه همه بسیاری بیشتر خودتون تنها میپذید یا که بسیاری به وقتی یا آدم بدیم توقع میکنیم حاضر بسیاریان و وقتی هم کلینون ویرو همه قطعی میشه علاکه به فیلم کلون نبیره ترجمه کرده همه من همش میکنن کلینو من نویرو تمامی درد این شیره میدید بدم وقتی این شیره میدید که من میخزیم و ایلک میپلویم شیره یعنی از ایلک میپلیدن او میریزیم او تنوک میپلویم دیگه این تشنو میشوم برنگه که اردی تادا میشینه و خلخلی تادا میگیریم من متقوق میکنیم مثل ارد میشوه و می نمیکنیم میگیم حلمو ای صحرا میاریم این حلمو نه اینه که شکیدنشم وزمینه تیار کنیشم یعنی هولمون این همین نومی همین گیاه طبیعی و خوراک هم نومی همین گیاه این چیزی همون پیش قدیم بودگی همین دردو کم بدن چی اسرار داره؟ نبود مثلا ژیرموت کدر نمیشه که این همه من همین دردش فایده اکنون مادر عزیز میگفتید که همین چی اسرار دارد که بیشتر در همین منطقه شما خوراک‌ها از گیاه آماده کرده بیشتر استعمال میکنن مثلا دیگر نمود خوراک‌ها از گیاه زیادتر در شما آماده میشود چی اسرار دارد برای چی مردم منطقه شما همه آدمی قدیم این قدیم اومدگی بابا بیبی کرده ای بابا بیبی ما یاد گرفتگی از گیاه یعنی طرز خوراک گیاه خوراک تیار میکنن فشاری بلند نمیشه این قند نبود دولینی نبود همه حساب یعنی دارو بود از حساب یعنی من همین دارو همین طبیعتی که می آوردن انا اون نفرونه که این لحظه تماشا دارید در خاطر گیرید که انا همین مادر ما چگونه خوراک هولمون رو آماده کرده ایستاده است میگن که خورش هست که خوردن میباب است یعنی من نچشیدم از گفتهشون لذت دیگه حاضر تلخه من میگم تلخه معلوم است من که دست تلخ شده علاکه تلخ شده است ولی من اینا شیرین میکنی اوقتی می هر سحر اوی تازه میریزی 40 روز که تیار شدیم بعد خلیطه میگیریم و افتو میکنیم قوق میکنیم و ایلک میبیزیم بعد یک چیز میگیریم به همین شکل میگیرد بعد از 40 روز یعنی که خوب بینندگان گرامی اردو بعد از همین طرز گیاه هست وقتی که اینقدر زحمت میکشن 40 روز در خلطه میگیرند و از ایلک میپولند با طرز اول دیگه میگیریم 40 روز هر سحر اوی تازه میریزیم و چپه میکنیم تی دیگه میشینه چپه میکنیم با سری او تازه برای تلخیش رفتن برای تلخی با سر او چپه میکنیم با او میریزیم با شیرین نشه حاضر رنگ اردن چگونه باور میکنید که همین طرز گیاه من این مثلا به مثل ارد شده است البته باور برون میشود که زحمت و تلاش و کوشش همین مادر است همین مردم محلی همین طرز کرده مثلا از همین گیاه همین خیلی ارد آماده کردن که این ارد گیاهی است که با این خوراک هولمون آماده می شود و من نفهمیدم همین گیاهی که در پیش ما است این گیاه رو چی نام گفتن مادر اشیم موافق شنیده ها این اشیم عمر رو دراز میکرده است از کجا فهمیدیم که مردم محلی شما این قدر عمری دراز میبینن خندن در کورد بعد شرکتی ها میدازی میخری تازه میکنیم میشکیم بم لذت خوشرو شوم و لذت بعدی ما رو بابا و بیبیامو کردن گذروندن با تنی شما ما یاد گرفت یک تخور در دهنش لذتیه رحمت بگه که اوقاتی و مزه اینا همه شیرین ششتن شو با شکیدن شو با شیرین کنه او دفتاو کنه و پاک شوم ما بعد 40 روز که تیار شد من هولمونی من همین قوق کرده گرفتیم در یک ظرف میبرداریم بعد این هولمون نه ما و شیر میکنیم که من اینجا تیار میکنیم شما در هولمون میره میپزیم میگیریم شما رو پیشتونده میمونیم من نوبت پختن شید حاضر شیر میریزیم من حاضر موجه من این ده شیر 3 قاشق میاندازیم و میشکیم میشوه هولمون من نویرود نگاه کنی شما آینده یاد گیرند ما باره بیبی و بابی و مادرامو گفتن و من همیتری یاد
ما 40 روز که کردیم تیور کردیم خواه کرد من این تیور همون محصولات من برای تمام درد شکم درد و من کسل قند و جلوته هم این تیور چی از دکتر بیاید دادر من این شما من تیار شید من روغن زمرده داختیم شما که ببینید من هیچ باورم نمیاد که از همون محصولات من خوراکی بسیارم خوب با لذت اومده باشد بویش مست میکند چشیدن در من این روغن زرد میگیره شما با لذت میخوره روغن زرد که چه کنم خوب بینندگان گرامی من اینطور روغن زرد میگیریم اینطور اومیخته کرده باز طعم با شما میگیم که چگونه مزه دارد آماده باشید این محنت ما کرده 40 روزه من تیار شی شما میخوره این مادری عزیز دستتون درد نبینده این طور با مزه واقعا با لذت و مزه این خوراک حرف ندارم تشکر زیاد خوب بینندگان گرامی این خوراک نه اینکه لذت و مزه غیر عادی این چنین دوا دارد یعنی چی دوا مادری عزیز چند مرتبه گفتند که با کدام بیماری ها دوا است و من نیز یادرس میشوم که برای نفرانی که از بیماری فشار بلندی و دیابت قند اذیت میکشند حتما به ناحیه ورزا به جماعت زیده تشریف آورید تا اینکه مادران عزیز این منطقه به شما چنین خوراک آماده کنند از این بیماری دوری بجویید. Travel Show قدم به قدم. سرپرستان سرد مناسبت ای سرگانه کرد بله مرحمت به اون اتاق گذاشته لباستون عوض کنید. خیلی نقپه ای خیلی به قپه این میدونی سلام جناب کارگردان بخش دید خوب نه میشه تماشا بینه برور کابینه هایی که طریق راه تنابی عین حال ما درود به کل شما عزیزان دلی دیده و تماشا بینه ای خیلی